Naturally, these date palms and other agriculture here rely on water for their survival. Water in this region has always been a precious commodity, and Iranians have had to be pretty ingenious to find ways of getting access to it from across this vast desert. Mohammad Reza Babayan, whose village is a few kilometers away, tells me sourcing water here is a real challenge. اینجا بسیار بسیار با ارزش آقا. بسیار با ارزشه. در این بیابون خشک کویر لمیزره پیدا کردن آب به منزله طلاست. خود مردم هم حفظ اون آب براشون مشکله، هم تهیه و نگهداری آب. زحمت میکشیدن آب بیارن. بله، مسیر طولانی 7 کیلومتر از کوههای اونجا میاد. بله. روستاتون هم که اونجا. روستا بله اون طرف. این فاصله 7 کیلومتر. 7 کیلومتره. به طول 7 کیلومتر آب میره تا جایی که باورم نمیشه. در بله هست که میشه آب تشریف بری جلو. اینجا یک چاهیه که مسیر را نشون میده و آبم فکر کنم مشخص باشه که روان هست داره میری. شما اگر اینجا رو دقت کنید ببینید که آب روان و داره میره. 10 قرن قبل، یعنی بیش از 1000 سال قبل مردم از عمق 100 متری آب را بدون هزینه نگهداری، بدون پامپاژ، بدون استفاده از موتورالات آب را ظاهر کردن روی زمین و استفاده میکنن ازش. و من از مردم اندیشمند دنیا دعوت میکنم همت مردم کبیر نشینی ایران را بیان ببینن. This ancient underground canal system known as Qanat means that water can reach right across the desert to faraway villages. These villages simply would not have survived without it. I am astonished when I can hear the gushing streams of water as I drive by. Abbas Ali Askari has been farming in this village for years. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ الحمدلله. حال شما خوبه؟ ارائه شما خسته نباشی. شما چطوری؟ الحمدلله عدا بودو. سلامت باشی. خب این آبتون از کجا میاد؟ از 6 کیلومتر. از طریق قنات؟ از طریق قنات 6 کیلومتر میاد اینجا. به طرف یزد. به طرف یزد. بله. ماشاءالله چه جریانش هم خوبه. آب بعضی بله خوبه. استخدام بله. آدم باورش نمیشه که تو کویر اینقدر آب وجود داشته باشه. بله. خب شما اینجا خانواده‌تون کجا هستن؟ خانواده یزد ساکنه. یزد هستن؟ بله. شما تنها زندگی میکنید؟ من تنها زندگی میکنم بله. امشب هم میخوام تشریف بیاریم منزل ما در خدمت حاضر هستم. خب باعث افتخار منه ولی واقعا جدی میگی؟ بله تشریف بیاریم. من که نه نمیگم به هر چیزی. بعد غذا بلدیم بپزین؟ غذا والا غذای سنت اینجا برنج و قلیه زدک میپزن هنو هوی دست نومده. کشکا میگه کله جوش کشک گردو. غذای سنتی اینجا کله جوشه. کله جوشه دو قلیه زرد کو به چند نوع غذای قدیمی خانمای سال خیلی باره. اگه من بیام خونتون میخواین چی درست کنید؟ میخوام امروز کشک گردی دو میدم. کله جوش. کله جوش. بله کله جوش. من تا حالا نخوردم. خوشمزه است؟ خوشمزه است بله. Kale juice in Persian can mean boiled head, and I'm a bit worried about what else might be going into this dish. این الان کشکا من آمده کردم با گرد و پیاز گوزا روشن کردم که جوش بخوره آمده شه باید حتی 2-3 قول بخوره که بشه کله جوش طبیعی خوشمزه دوست داری همه با هم یه دونه از کاسای میوه میاریم نو خورد میکنیم میریزی روش با قاشق بغله. سلام علیکم. شما هم بفرمایید آقایون. نه بفرمایید باید ببینید کشک سنت یزد چیه. باید ببینید سنت یزد. بفرمایید. I'm now traveling to Yazd, a huge city that sits between two deserts, Dasht Kavir in the north and Dasht Lut in the east.
It's an ancient city, and in its heyday, it was an important center along the Silk Road, the ancient world's most important commercial route connecting Europe to the East. Marco Polo, on his journey through Persia in the 13th century, described Yazd as a very fine and splendid city. The sheer size of Yazd and the weight of its population meant the challenge of accessing fresh water and storing it was probably a tougher prospect than it was for the villages they have passed through. Dotted around the city of Yazd, you will see many dome-shaped constructions like these. These are ancient water storage places. They used to bring water from far away through an underground canal system to these reservoirs. The wind towers would channel the air inside to keep the water fresh and cold. In this way, people in Yazd used to have access to fresh water all year round. They would go around this corner, down the stairs to collect their water. I'm standing where people used to come down to collect their water from the taps connected to the reservoir we just saw. It needs